الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز و گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبل از هر چیزی فرارسیدن این ماه مبارک را خدمت تمامی شما عزیزان و بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم که الله متعال به ما این توفیق را عنایت بفرماید که لحظات و ساعات شب و روز این ماه مبارک را قدر بدانیم و از آنها به بهترین وجه استفاده بکنیم و این ماه را با ذکر و تلاوت و عبادت الله متعال سپری بگردانیم که انشالله این ماه مبارک رمضان سبب مغفرت گناهان همه من و شما باشد. در خدمت شما بزرگواران هستم با پاسخی کوتاه انشالله به سوالات شما عزیزان. جناب مولانا، من در سفر هستم، آیا روزه ضروری هست؟ برای کسی که در سفر هست از سه حالت خالی نیست. اگر کسی در سفر باشد و مشقت بسیار زیادی داشته باشد، خسته و کوفته باشد و تا اندازه‌ای که نمیتواند روزه بگیرد، چه بسا که مثلا در حد بیهوشی مثلا برسد، برای چنین مسافری روزه گرفتن جایز نیست و حرام هست. این صورت اولش. صورت دومش این است که شما در سفر رفتید و مشکلاتی هم دارید، سفر هم برای شما سخت هست، اما خودتون خواستید روزه بگیرید. در این صورت برای شما جایز هست که هم روزه بگیرید و هم این که افطار بکنید. یا این که به طور مثال رفتی سفرتون بسیار سخت نیست، ساده هست، خسته و تشنه هم نشدید و کوفتگی ندارید و در مسیر سفرتون یک سفر راحتی هست. در این صورت الله متعال میفرماد و ان تصوموا خیر لکم، این که شما روزه بگیرید برای شما بهتر هست. اما اگر در سفر بودید و روزه نگرفتید، گناهی برگردن شما نیست. الله متعال میفرماد فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، هر کسی از شما که در ماه مبارک رمضان مریض بود یا مسافر بود میتواند که موقتا فعلا روزه نگیرد و بگذارد برای بعد از ماه مبارک رمضان. زن حامله 10 روز مونده به زایمان آیا میتواند روزه بگیرد؟ برای خانم هایی که به اصطلاح باردار هستند، این که میتواند روزه بگیرد یا نمیتواند، این برمیگردد به خودش، شناختی که از خودش دارد یا نظر پزشکیشون. از نظر شرعی خانم ها در زمانی که باردار هستند و همچنین خانم هایی که کودک شیرخوار دارند، حکمشون حکم بیمار هست، حکمشون حکم انسانهای مریض هست. یعنی همان حکمی که برای افراد بیمار هست برای زنهای باردار و زنهایی که نوزاد کوچک دارند که بدون شیر نمیتوانند دوام بیاورند، حکمشون حکم بیمار هست که موقتا اگر که سخت روزه گرفتن برای آنها، اگر زنی بچه شیرخواری دارد، اگر روزه نگیرد بچه شیر کافی ندارد یا اینکه خودش ضعف میکند نمیتواند روزه بگیرد، حکمش این است که فعلا میتوانند موقتا روزه نگیرند. بعد از رمضان این تعداد روزه هایی رو که نتوانستند روزه بگیرند، اینها رو باید کفارهش رو بپردازند و کفارهش و فدیهش این است که در مقابل هر روزی اگر نتوانستند که روزه بگیرند، این است که به یک مسکین غذا بدهند. اگر در هنگام روزه فحش بدیم روزهمون باطل می شود؟ با فحش دادن روزه باطل نمی شود، اما ضعیف می شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند چه بسیار انسانهایی هستند که نماز شب می خوانند، اما از نماز شب غیر از بیداری، این که بیداری و بیخوابی کشیدن، چیزی عایدشان نشده. و چه بسیار انسانهایی هستند که روزه دار هستند و از روزهشان هیچ عایدی و به اصطلاح بهره نبردند جز اینکه گرسنگی و تشنگی در واقع متحمل شدند و کشیدند.
کشیدن. این که انسان در هنگام روزه فحش بدهد، دشنام بدهد، غیبت بکند، تهمت بزند و کارهای گناه دیگری رو انجام بدهد، قطعا اینها روزه رو ضعیف میکنند به اندازه‌ای که چه بسا ثواب روزه به صورت کلی از بین برود. برای نماز تراویح چگونه نیت بکنیم؟ ببینید عزیزان و بزرگواران، نیت به صورت کلی کار قلب هست، کار دل هست. نیت یعنی آن چیزی که شما در دل دارید. همون چیزی که در دل دارید همان کفایت میکند. شما رفتید مسجد، پشت سر امام ایستادید، برای چه رفتید؟ نیتتون چی هست؟ چرا از خونه رفتید بیرون، رفتید در مسجد وضو گرفتید، رفتید پشت سر امام ایستادید؟ برای اینکه نماز تراویح بخوانید. همین کفایت میکند. لازم نیست که شما جمله رو بر زبان بیاورید که نیت کردم که پشت سر امام حاضر به طور مثال 20 رکعت یا 2 رکعت نماز تراویح بخوانم. چنین چیزی لازم نیست. برای عبادت نماز تراویح مطلق نیت کافی هست. مطلق نیت یعنی این که شما همین که نیت داشته باشید که من 2 رکعت نماز میخوانم، قطع نظر از این که نمازتون چی هست تعیین نکنید، همین کفایت میکند. پس بنابراین نیت نماز تراویح همون تصمیمی هست که شما در دل دارید. همین که سر جا نماز ایستادید یا رفتید در صف نماز ایستادید و در دلتون این است که من الان 20 رکعت یا 8 رکعت یا 2 رکعت نماز تراویح میخوانم، همین کفایت میکند و گفتن چیزی دیگر، تلفظ یک عبارت عربی یا فارسی و بلوچی لازم نیست. فردا رمضان هست، اگر نباشد روزه بگیریم حرام هست؟ فردا که رمضان هست، رویت ثابت شده در کشورهای مختلفی و افراد مختلفی روزه به اسلام روزه گرفتند و یعنی ماه را، هلال را رویت کردند و باید روزه بگیرید. اما بالفرض این که رمضان نباشد و شما روزه بگیرید، نه، گناهی رو مرتکب نشدید، گناهی رو مرتکب نشدید. اما وقتی که میخواید روزه بگیرید، این نیتتون نباید که به اصطلاح دو دل باشید که الان ببینم من روزه میگیرم یا رمضان هست یا مثلا روزه نفلی هست، روزه سنت هست. نه، این گونه نمیشود. حتما نیتتون رو باید مشخص بکنید که فردا را من به عنوان اولین روز ماه رمضان روزه میگیرم. مطلق نیت کافی نیست، حتما تاکید بکنید، یعنی در دلتون این باشه که من روزه فرض رمضان را میگیرم. اگر نیت این باشه که من روزه نفلی میگیرم، این جایگزین روزه رمضان نمیشود. نماز خواندن بر جای نمازی که تصویر خانه کعبه و مسجد النبی هست جایز هست یا خیر؟ هیچ گونه اشکالی ندارد. بر جای نمازی که تصویر کعبه باشه، تصویر مسجد النبی باشه، تصویر مسجد الاقصی باشه، منظره‌ای باشه، نمیدونم فرشی باشه، گل داشته باشد یا جای نماز ساده‌ای باشد، برای همه اینها از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. نماز خواندن بر جای نماز و مصلایی که عکس کعبه و مسجد النبی دارد حرام نیست. شما الان به اصطلاح مسجد النبی رو سجده نمی کنید یا مثلا کعبه رو عیناً سجده نمی کنید، شما برای الله متعال سجده می کنید. من نمیدونم که این توهم از کجا آمده. بله، انسان باید سعی بکند تا جایی که ممکن هست به گونه‌ای نماز بخواند، در جایی نماز بخواند که ذهنش این طرف و اون طرف نرود، جا نمازش ساده تر باشد. اگر که ذهنش مثلا این طرف و اون طرف می رود، متشتت می شود، سعی بکند که در یک مکانی نماز بخواند و بر روی جایی نماز بخواند که ذهنش زیاد این طرف و اون طرف نرود و حضور قلبش از بین نرود. اما بالفرض جا نمازی که در خونه داشت فقط مثلا عکس خانه کعبه بود یا مسجد النبی، مسجد الاقصی بود، هیچ گونه اشکالی ندارد، نماز شما کاملا صحیح است. آیا نماز تراویح با نماز قیام فرق دارد؟ واقعیت این است که نماز تراویح با قیام فرقی ندارد. هیچ گونه فرقی در روایات پیامبر و اقوال صحابه چنین فرقی رو ما شاهد نیستیم که نماز تراویح یک نماز دیگر باشد و نماز قیام اللیل یک به اصطلاح نماز دیگر باشد.
قیام، نماز قیام یا نماز قیام اللیل یک معنی کلی هست، یعنی نماز خواندن در شب. نماز خواندن در شب، چه در اول شب باشد بعد از نماز عشا، چه در وسط شب باشد، یک ثلث اولش باشد، ثلث دوم یا یک سوم آخر شب باشد، نامش هست صلات قیام. صلات قیام هست. تراویح را به این خاطر تراویح و مشخصا نام تراویح رو گذاشتند که در زمان صحابه وقتی که مثلا نماز می‌خواندند 20 رکعت یا بیشتر که می‌خواندند، در میان هر 4 رکعت می‌نشستند و استراحت می‌کردند. ترویحی بود. به خاطر این ترویح هایی که بود نامش را گذاشتند صلات تراویح. وگرنه در روایات پیامبر چیزی که از قیام رمضان ذکر شده همین لفظ قیام هست. به طور مثال رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که در شبهای رمضان قیام بکند، یعنی شبهای رمضان را با عبادت بگذراند، با ایمان و احتساب گناهان گذشتهش را الله متعال کاملا میبخشد. بلکه از ائمه سلف و بزرگوار ما ثابت شده که نماز تراویح را به نام قیام یاد می‌کردند. به طور مثال امام ابو داود در مسائل خودش که میگوید از امام احمد رحمت الله علیه درباره قیام اللیل سوال شد، من خودم میشنیدم که این سوال شد که از ایشان سوال کردند که آیا به نظر شما ما نماز تراویح را به تأخیر بیاندازیم تا آخر شب این بهتر هست یا چه کار بکنیم؟ امام احمد رحمت الله علیه فرمودند که نه، سنت مسلمانان برای من محبوب تر هست. سنت مسلمانان برای من محبوب تر هست. و در سوال که آمده بوده این هست که یؤخر القیام الی آخر اللیل، بحث قیام را آورد، یعنی سوال از قیام بود. خب قطعا اون نمازی که در اول شب میخوانند همون نماز تراویح بود. و همچنین امام مروزی رحمت الله علیه در کتابی که دارند، کتاب خیلی معروفی از به نام قیام اللیل، یک شخصی میگوید که من از حسن بصری پرسیدم، نقل میکند که از حسن بصری رضی الله تعالی عنه و رحمت الله علیه سوال کرده شد که آیا ما نماز عشا را بخوانیم برگردیم بریم خانه دوباره برای صلات قیام بیاییم یا نه الان مثلا نماز بخوانیم؟ جمله‌ای که ایشان فرمودن این بود که لا صلات العشاء ثم القیام، نه، اول باید نماز عشا را بخوانی و بعد از آن صلات قیام را بخوانید که همین نماز تراویح است. و از نظر علمی هیچ گونه تفاوتی در میان تراویح و قیام اللیل وجود ندارد. صرفا مثلا اگر نماز را در وسطش استراحت بکنند، با این تفاوت که نماز تراویح رو با جماعت میخونند اسمش رو گذاشتن صلات اللیل. اگر یک شخصی مثلا اول شب بخوابد و دوباره بلند شود چون که خوابیده، در این صورت مثلا اسمش رو میگذارن نماز تهجد. اما در اصل همشون یکی هست، نماز تهجد و نماز قیام یا نماز تراویح در واقع یک چیز هستند و وقتشون بعد از عشا شروع میشود تا وقتی که فجر دمیده میشود. ما تو ایران زندگی میکنیم، با اذان شیعه ها میشه افطار کرد یا خیر؟ حتما باید با اذان اهل سنت افطار بکنیم. اذان شیعه معمولا تأخیر دارد. اذان شیعه تأخیر دارد، حدودا تقریبا حداقل ربع ساعتی تأخیر دارد از وقت غروب. و روزه رو یعنی شما باید با غروب آفتاب همون و در اوقات شرعی تهران یا هر جای دیگری رو که شما مثلا بپرسید استعلام بکنید، به شما میگن که وقت مثلا غروب، ساعت غروب این هست، ساعت اذان مثلا این هست، با هم تفاوت داره. همون ساعتی که وقت غروب هست، همون طبق برنامه اهل سنت که دقیقاً وقت غروب هست، همین وقت شما در واقع باید افطار بکنید. تأخیر افطار تا وقتی که هوا تاریک می شود این جایز نیست، خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. آیا روزه در حالت جنابت شرایط غسل موجود نباشد قبول است؟
بله قبول هست. این که اگر فردی به طور مثال شب جنوب بود، حالا به هر دلیلی جنابتی دست داد یا همبستری بود یا احتلام شده بود و وقت نکرد که مثلا شب غسل بکند، اشکالی ندارد شب نیت روزه را داشته باشد و فردایش مثلا وقتی که در آخر شب سحری بخورد و بعد از این که سحری خورد و بعد از این که اذان گفته شد بعد از آن غسل بکند، روزش هیچ گونه اشکالی ندارد. و همچنین اگر کسی در طول روز به طور مثال خوابیده بود و احتلام شد، به قول معروف شیطانی شد، روزش از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد و روزش کاملا قبول هست. من نذر کردم یک گوسفندی خیرات کنم اما الان توانایی ندارم، باید چه کار بکنم؟ هر نذری که شما انجام دادید باید اون نذر را عملی بکنید. اصل بر این است که نذر کردن از نظر شرعی مکروه. شما نباید خودتان را به یک کاری که شریعت الله و رسول بر شما واجب نکرده و درست نیست که شما یک کاری رو بر خودتان واجب بکنید، این کار نادرستی هست. اما اگر یک فرد این کار رو انجام داد باید بر نذر خودش وفا بکند، حتما اون چیزی را که گفته باید عملیش بکند. اما اگر که نتوانستید، الان شرایطتون عوض شده، نتوانستید دقیقاً اون کار رو انجام بدید، به طور مثال یک گوسفندی رو خیرات بکنید، حکمش این است که به جای آن کفاره قسم بدهید، زیرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم بنابر روایتی که در سنن ابو داود هست، ابن عباس اون رو نقل کرده، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که من نذر نذرا لم یطقه فکفارته کفارت یمین. اگر کسی نذر کرد و نتوانست که نذرش را به جا بیاورد، کفارش کفاره یمین هست، کفاره قسم هست. کفاره قسم هم این است که شما 10 مسکین را غذا بدهید، در حد یک نهار و شامی یک وعده نهار بدهید به 10 مسکین یا لباس بدهید. و اگر در مرحله دوم اگر توانایی مالی نداشتید، به جای نذرتان 3 روز روزه بگیرید، به جای نذرتان 3 روز روزه بگیرید، این کفایت میکند. اگر یادمان رفته باشد وضو بگیریم و به نماز جماعت بریم، وسط نماز یادمان بیاید وضو نداریم، باید چه کار بکنیم؟ شما که وضو نداشتید و از همون اول نمازتون درست نیست، نمازتون درست نیست. همون لحظه ای که شما به یادتان آمد که بسلا من وضو نداشتم، باید نماز رو ترک بکنید. سلامی هم لازم نیست که سلام بدهید و بعد نماز رو ترک بکنید، نه، همین که ایستادی سر نماز یادتان آمد که وضو نگرفتید یا کسی در وسط نماز وضوی شکست، خلاص وقتی که شما وضو ندارید یا وضویتان شکست، نمازتان هم باطل شده، نماز هم شکسته. همینطوری بروید و وضو بگیرید، دوباره بیایید از اول نماز بخوانید. خانومی که تازه باردار شده آیا مجوز است روزه بگیرد؟ بله، اشکالی ندارد. خانومی که باردار هست و میتواند، خودش میداند که میتواند روزه بگیرد، به خودش یا جنینش ضرری نمیرسد، از نظر شرعی روزه بگیرد، اولاتر رو بهتر هست و روزش کاملا صحیح هست. زنی که 3 سال با شوهرش زندگی کرده بعد طلاقش داده، چیزهایی اون زن استفاده کرده حق زن هست یا نه؟ منظورتون این است که به اصطلاح وسایل خانه به اصطلاح حق زن هست یا نه؟ وسایل خانه بستگی به این داره که عرف در چی هست. اگر مثلا بخشیده شوهر وقتی که این وسایل رو خریده بخشیده بزن، یا این که مثلا خود زن این وسایل رو گرفته، در این صورت حق زن هست، وگرنه در غیر این صورت باید با هم دیگه تفاهم بکنن. وقتی که طلاقی صورت گرفت دیگه خصوصا مردها باید این مقدار سعه صدری نشان بدن و اینطوری نباشه که تمام هر چیزی رو که به زن دادن در طول این مدت وسایل خانه دوباره همه رو پس بگیرن. یک مقدار جوانمردی داشته باشید، گذشت بکنید، حداقل زنی که الان تنها هست، بیوه هست، بتواند که زندگی خودش رو راحت‌تر بگذراند. روزه گرفتن برای افراد سالمندی که فراموشی دارند و اینکه خیلی ضعیفند فرض هست یا خیر؟ ببینید، سالمندان بر 2 قسم هستند. یک انسانی هست که به صورت کلی اصلا هوش و حواس ندارد، اصلا حواسش کامل نیست،
اصلا نمیداند که رمضان چی هست و چی نیست. به صورت کلی هوش خودش را از دست داده. برای چنین فردی، برای چنین پیرمردی یا پیرزالی روزه فرض نیست، نه روزه فرض هست و نه فدیه لازم هست. این مطلب رو دقت بکنید، بسیار مطلب تفاوت به اصطلاح دقیقی هست. اگر یک فردی به صورت کلی دیوانه هست، فرض کنیم اصلا هوش و حواسی به صورت کلی نداره، عقلی نداره، الان عقل ندارد یا به خاطر اینکه دیوانه هست یا به خاطر اینکه پیر شده و کلا عقل خودش را، هوش خودش را از دست داده کاملا، بر چنین افراد نه روزه لازم هست و نه فدیه لازم هست در صورت اول. اما یک فرد دیگری، انسان پیر و فرتوتی هست و هوش و حواسش کامل هست، عقلش کامل هست، اما بنیه جسمانیش بسیار ضعیف است، نمیتواند روزه بگیرد. برای این فرد روزه گرفتن واجب نیست، اما فدیه باید بدهد، چون که هوش و حواسش کامل هست. اگر صورت اول بود که اصلا عقل نداشت، هوش و حواسش کلا از بین رفته بود، دچار فراموشی کامل شده بود، نه روزه لازم هست و نه فدیه. اما اگر هوش و حواسش کامل هست اما نمیتواند که روزه بگیرد، در این صورت فقط فدیه بدهد. روزه گرفتن بر چنین فردی لازم نیست. مانند حضرت انس رضی الله تعالی عنه در آخر عمر نمیتوانستند روزه بگیرند، همون اول رمضان هم که میشد 30 مسکین رو دعوت میکردند، غذا میدادند و فدیه میدادند. این حکم شرعی است. به 30 مسکین شما غذا بدهید، 30 نفر رو دعوت بکنید یا برای 30 نفر مسکین یک وعده غذا بفرستید، همین کفایت میکند. چند نوع حکم شرعی داریم. اگر منظور شما از چند نوع حکم شرعی داریم، اگر احکام شرعی هستند، خب احکام شرعی زیادند، هزاران حکم شرعی داریم. احکام اعتقادی داریم، احکام عملی داریم، احکام نماز و روزه و زکات و حج، هر یک از اینها صدها و هزاران حکم شرعی در واقع داریم. اما اگر منظورتان انواع حکم تکلیفی، انواع حکم شرعی در شریعت اسلام هست، ما 5 تا حکم داریم در شریعت اسلامی که معروف هستند به احکام تکلیفی. احکام تکلیفی در اسلام 5 تا هستند و برخی از علما یک تفاصیل دیگری در این زمینه قائل هستند. به طور مثال 5 حکمی که جمهور معتقد به آن هستند، حکم اول واجب هست. وقتی که برای شما مثلا یک عالمی، یک مفتی مثلا به شما گفت که از نظر شرعی واجب هست که فلان کار را شما باید انجام بدهید، منظور از واجب چیست؟ واجب یعنی این که کاری که انجام دهنده اش ثواب میبرد و اگر ترکش کند گناه دارد و مجازات شرعی دارد. این تعریف واجب هست. واجب یا فرض به حکمی گفته می شود که انجام دادنش ثواب دارد و ترک کردنش گناه دارد، مانند نماز و روزه و زکات و حج و بقیه فرایض و واجبات شرعی. این واجب هست. یک حکم دیگه داریم به نام حرام یا محرم. حرام برعکس واجب هست. حرام برعکس واجب هست، یعنی آن چیزی که شریعت اسلامی دستور اکید داده که شما آن را انجام ندهید، باید ترکش بکنید، باید ترکش بکنید. واجب این بود که باید انجام بدهید، حرام این هست که باید انجام ندهید. حکمش این است که اگر کسی ترکش بکند در واقع ثواب دارد، اگر کسی انجامش داد در واقع گناهکار می شود، مانند ربا، مانند زنا، مانند سرقت، مانند غیبت و بقیه مواردی که به اصطلاح جزء گناهان هستند. یک حکم دیگر داریم به نام مکروه. یک حکم دیگر داریم به نام مکروه. مکروه به کارهایی گفته می شود که شریعت اسلامی، شرع الله و رسول از اونها به اصطلاح نهی کرده، اما این نهیش نهی قطعی نیست، دلالت بر حرمت در واقع نمی کند. این گونه احکام را بهتر این است که انسان انجامش ندهد، بهتر این است که انجامش ندهد. اما تعریف مکروه، حکم مکروه این است که اگر کسی انجامش داد مجازات نمی شود، گناهی برگردنش نیست، اگر انجامش نداد ثواب می برد. مکروه
به کاری گفته می شود و حکمش این است که اگر انجام دادید گناهی نیست، گرچه انجام ندادنش اولاتر و بهتر است، اما اگر انجام ندادید چون که نهی وارد شده در این صورت شما ثواب میبرید. حکم چهارم مسنون هست یا سنت، مسنون یا سنت، یا برخی از علما به نام مندوب در واقع از این یاد میکنن. مندوب یا سنت به کاری گفته می شود که شریعت دستور داده که شما انجام بدهید، اما این دستورش دستور قطعی نیست که دلالت بر وجوب بکند. این کار رو شما انجام بدهید بهتر هست، انجام بدهید بهتر است و حکمش برعکس حکم مکروه است. اگر کسی انجامش داد ثواب میبرد، اگر انجامش نداد گناه ندارد. حکم سنت این است که اگر کسی انجام داد ثواب دارد و اگر انجام نداد گناهی ندارد. درجه پنجم ما یک حکم دیگه داریم به نام مباح. به نام مباح. مباح یعنی کاری که شریعت اسلامی دستوری نداده، که نگفته که انجامش بدید و نگفته که انجامش ندهید، ساکت شده شریعت اسلامی. شریعت اسلامی نه دستور به انجام دادنش داده و نه دستور به پرهیز کردن از اون داره. این مباح است. انجام دادید خوبه، انجام هم ندادید باز هم از نظر شرعی خوبه، گناهی برگردن شما نیست. کسی که روزه قرض دارد روزش درست هست؟ بله، اشکالی ندارد. کسی که روزه قرض دارد اولاتر رو بهتر این است که انسان سعی بکند که روزه قرضی رو قبل از رمضان قضا بیاورد، یعنی انجامش بدهد. اما اگر بالفرض نتوانسته بود و رمضان دیگر آمد، حکمش این است که روزه این رمضانش از نظر شرعی درسته و بعد از این رمضان مال رمضان گذشته رو و مال این رمضان رو به طور مثال اگر خانمی نتونست روزه بگیره هر دوتا رو با هم قضا بیاورد. اما سعی بکند که انسان زودتر این قضاها رو به اصطلاح انجام بدهد که به اصطلاح خیالش راحت باشد و چیزی برگردنش نماند. آیا تراویح حتما باید 40 رکعت باشد؟ نه، 40 رکعت نیست. نماز جمهور علما نظرشون بر این است که نماز تراویح 20 رکعت هست. نماز تراویح 20 رکعت هست و هیچ کسی از علمای اسلام نگفته که نماز تراویح واجب هست، بر شما واجب باشد که باید الا و بالله 20 رکعت بخوانید. نماز تراویح در اصلش سنت هست، سنت مؤکده ای هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق و ترغیب کردن، اما واجب شرعی نیست. احکام خمسگانه رو الان خدمت شما توضیح دادم. اگر واجب باشه یعنی این که اگر انجام ندهید گناهکار میشوید، اما نماز تراویح جز واجبات نیست بلکه جز نمازهای سنت است. یعنی این که اگر انجام دادید ثواب میبرید، اگر انجام ندادید گناهی برگردنتان نیست. اما سعی بکنید تا جایی که برایتون ممکن هست نماز تراویح را، نماز قیام را از دست ندهید و از این فرصت حتما استفاده بکنید. الان 20 رکعت نتوانستید بخوانید، کمتر بخوانید. خصوصا خانمایی که در خانه هستند، مشغول هستند، نمیتوانند که نماز بخوانند و خیلی براشون سخت تنهایی، هر مقدار اگر تونستن 20 رکعت بخونن فبها و نعم، ماشاءالله، خدا قبول بکنه از همه ما و شما. اگر نتوانستند واجب نیست که حتما باید 20 رکعت بخونن. 10 رکعت خوندن هم قبوله، 8 رکعت خوندن هم قبوله. هیچ گونه ممانعتی در این زمینه و حساسیتی وجود نداره. اگر شب رابطه داشته طرف و غسل نکند فردا هم باید روزه بگیرد؟ تا اذان ظهر باید غسل کند یا چیکار کند؟ تا اذان ظهر دیگه نباید که به اصطلاح غسل رو به تأخیر بیاندازد. جایز هست کسی که شب جنوب شده جایز هست که غسل رو تأخیر بیاندازد، یعنی شب غسل نکند و بعد از اذان غسل بکند. اما این که شما مثلا جنابت دیشب رو بگذارید تا نماز ظهر، معنیش این است که نماز صبح رو ترک کردید. نماز صبح رو ترک کردید نخوندید، این خودش گناه کبیره هست، خودش نماز گناه کبیری هست و این جایز نیست. قبل از نماز صبح باید حتما غسل بکند این فرد و روزه بگیرد. آیا زنی که آرایش صورت کند روزش باطل است؟ نه، روزه باطل نمی شود. با این که خانمی آرایش بکند، از آرایش کردن از نظر شرعی اشکالی ندارد، جایز هست. حتی در حالت روزه، کسی زنی هم روزه باشد آرایش بکند، از نظر شرعی روزش کاملا صحیح هست، اشکالی ندارد.
در موقع روزه بودن مسواک زدن روزه را باطل می کند؟ نه، روزه زدن از دیدگاه هیچ کدام از فقهای اربعه، مذاهب اربعه، روزه را باطل نمی کند. روزه را باطل نمی کند. گرچه برخی از فقها نظرشون بر این است که چون که در روایت اومده که بوی دهان به اصطلاح روزه‌دار نزد الله متعال بوی محبوبی هست، گفتن نه، نباید روزه بزنید تا اینکه مثلا این بو بماند. اما این قول وجیهی و قابل قبولی نیست از دیدگاه جمهور علما. اما حکم شرعیش این است اگر از دیدگاه جمهور علما اگر کسی روزه گرفت، حتی یعنی اجماع علما بر این است که با مسواک زدن روزه باطل نمی شود، حتی اگر که مسواک به اصطلاح با خمیر دندان باشد، باز هم از نظر شرعی اشکالی نداره، روزه رو نمیشکند. اما اگر شما حساسیت دارید و وسواس دارید، بهتر است که همون بعد از سحری که مثلا سحری خوردید بلا فاصله مثلا مسواک بزنید یا بعد از افطار بزنید. در واقع این بهتر و اولاتر است. اما اگر کسی مجبور شد در طول روز هم مسواک استفاده کرد ولو اینکه مسواک با خمیر باشد، از نظر شرعی روزهش صحیح است. رمضان فرداست یا پس فردا؟ فردا رمضان همه جا دیگه، هم در بلوچستان و جاهای مختلفی چابهار زاهدان ماه رویت شده و همه اعلام کردند که رمضان هست. آیا تراویح فقط 4 رکعت هم می توانیم بخوانیم؟ شما بهتر از همون چیزی را که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. رسول الله صلی الله علیه و سلم حداقلش 8 رکعت میخوندن. شما اگر میخواهید که کم بخونید نمیتونید، حداقل همون 8 رکعت را بخونید. اگر در مسجد بودید 20 رکعت خوندن که چه بهتر و اولاتر هست و با امام بخونید، هر مقداری که امام میخواند شما بخونید. اما اگر در منزل بودید 8 رکعت بخونید هیچ اشکالی نداره. الان اگر نتوانستید 8 رکعت بخونید، 4 رکعت فقط میتونستید بخونید، گناهی برگردن شما نیست. اما سعی بکنید که از 8 رکعت کمتر نباشد، این اولاتر و بهتر هست. کسی که کیسه صفرا و معده دارد و دارو مصرف می کند، اگر قطع بشود حالشون بد میشه، روزه بگیرن؟ به صورت کلی ببینید کسانی که بیمار هستند خودشون مفتی خودشون هستند. اگر میدانند که با روزه گرفتن اذیت میشوند، بیماریشون تشدید میشود یا بیماریشون طولانی تر میشود، حکم شرعی این است که میتوانند روزه نگیرند. فعلا روزه نگیرند، بعد از رمضان به اصطلاح قضایش را بیاورند. اما اگر یک انسانی هم در رمضان نمیتواند روزه بگیرد و هم بعد از رمضان، حکمش این است که به جای قضای رمضان فدیه بدهد، در مقابل هر روزی به یک مسکین غذا بدهد. زنی که طلاق نگرفته شوهر کند، شوهرش بفهمد، حکمش چیست؟ حکمش این است که نکاح دوم، ازدواج دومش باطل هست. کسی که به اصطلاح شوهر دارد رفته با یک مرد دیگری دوباره ازدواج کرده، این ازدواج دومش باطل هست. ازدواج دومش باطل هست و این خانم هنوز زن همون شوهر قبلیش هست و گناه کبیری در واقع این هست و نکاح دوم منعقد نمی شود. من در تهران زندگی می کنم، سنی مذهبم، شنبه روزه بگیرم؟ بله روزه بگیرید. فردا همه جا رمضان هست، بلوچستان، جنوب، کردستان، کشورهای همسایه همه رمضان اعلام کردند و ماه رویت شده. با ناخن کاشت که ریشش در اومده روزه و نماز درسته؟ ریشش در اومده، من نمیدونم منظور شما چی است. اگر کسی ناخن کاشت کرده الان اونو برداشته، وقتی که بردارند بله هم نمازش صحیح است و هم به اصطلاح
به اصطلاح وضو و نماز و غسلش صحیح است. اما اگر بگونه هست که به اصطلاح یک لایه اضافی روی ناخن مانده، در این صورت وضو و غسل و نمازش از نظر شرعی درست نیست. اما روزه گرفتن یک حکم به اصطلاح جداگانه داره که در اصل روزه گرفتن یک عبادت جداگانه هست و نماز یک حکم جداگانه هست. اما بسیار از علما نظرشون بر اینه اگر کسی روزه نگیرد، اگر کسی روزه بگیرد و نماز نخواند، بسیار از علما معتقدند که حتی روزهش هم قبول نمی شود. مهمتر این است که شما به نماز خودتان اهمیت بدهید. آیا می شود بعد از خوردن سحری آدامس بجویم؟ روزه باطل می شود؟ بله، وقتی که بعد از این که شما به اصطلاح سحری خوردید و تمام و اذان گفته شد، بعد از آن جایز نیست که شما چیزی بخورید. بعد از آن جایز نیست که شما چیزی بخورید، چه آدامسی باشه یا چیز دیگری باشه، این جایز نیست، جز شکننده های روزه هستن. روزهتون باطل می شود. تکلیف ما روشن نشد، الان باید فردا روزه بگیریم یا نه؟ بله عزیزم، روزه بگیرید. فردا اول روز رمضان، اولین روز رمضان هست، باید همه روزه بگیریم. سوالم این بود که آیا روزه فرض و اجباری هست یا اگر نگیریم حکمی یا جزایی دارد؟ بله، روزه فرض هست. به اتفاق تمام مسلمانان روزه یکی از ارکان اسلام هست، یکی از پایه های اسلام هست و جزء به اصطلاح اصول شرعی هست، جزء ارکان اربعه هست و روزه گرفتن برای انسانی که توانایی روزه را دارد فرض هست. انسانی که عاقل باشه، مسلمانی که عاقل و بالغ باشه و توانایی روزه گرفتن را داشته باشد و در سفر نباشد، یا زنی که در حالت عادت ماهیانه و نفاس نباشد، واجب هست که حتما روزه بگیرد. و اگر روزه نگیرد، کسی که روزه نمیگیرد، اگر بخوایم که مقایسه بکنیم، یک فردی روزه نمیگیرد، در مقابل یک فردی هست که اهل زنا هست و اهل شراب هست و بقیه کارهای گناهان دیگر انجام میدهد، گناه کسی که روزه نگرفته نزد الله متعال از گناه کسی که زنا کرده و شراب خورده بالاتر هست، زیرا که این یکی از اصول دین را ترک کرده، یکی از اصول شریعت را ترک کرده و بقیه موارد گناه هستند. ترک روزه گناهش از شراب خوردن و زنا کردن هم سنگین تر هست. خواهر کوچکم علاقه دارد بینیشو سوراخ کنه، آیا مجاز هست؟ بله جایز هست، از نظر شرعی جایز هست سوراخ کردن بینی یا سوراخ کردن گوش، از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست و عرف و عادت مردم از قدیم الزمان هم این بوده که جایز بوده و جز مواردی بوده که به عنوان آویزان کردن زیورالات از اون استفاده می‌کردن. اگر روزه باشی و آزمایش خون بدی روزه باطل می شود؟ نه، با آزمایش خون دادن روزه باطل نمی شود، هیچ اشکالی نداره. کسی روزه هست نیاز داره به آزمایش و باید خون بده، از نظر شرعی اشکالی نداره و روزش کاملا درسته. علت این که اهل سنت دسته ها را موقع نماز روی هم میگذارند چی هست؟ علت نداره، دستور پیامبر هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقتی که نماز میخوندن، همچنین صحابه و اهل بیت روایات صحیح ما اهل سنت و الجماعت دارند که رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع دست میبستند، صحابه دست میبستند و توصیه کردند رسول الله صلی الله علیه و سلم. و دست بستن در نماز جز سنت های عملی نماز هست، جز سنت ها هست، جز احکام واجب یا فرایض نیست. یعنی اگر کسی در نماز الان به هر دلیلی دست خودش را نبست، دست باز نماز کرد، از دیدگاه ما نمازش کاملا صحیح هست، اما بستنش بهتر و اعلاتر هست.
آیا ازدواج با اختلاف سنی بالای 10 سال جایز هست؟ بله، از نظر شرعی اشکالی نداره. بستگی به این داره که دو طرف بتونن همدیگر را درک بکنن، همدیگر را بپسندن، بتونن با همدیگر کنار بیان. از نظر شرعی هم تفاوتی در میان تفاوت سنی تعیین نشده که باید چه مقدار باشه. دو طرف همدیگر را، والا اینکه تفاوت سنیش هم زیاد باشه، همدیگر را پسندیدن، میدونند که میتوانند با همدیگر زندگی بکنند، خوشبخت بشن، همدیگر را درک میکنند، از نظر شرعی هم هیچ گونه ممانعتی وجود نداره. آیا بدون سحری روزه قبول است یا نه؟ بله، هیچ اشکالی ندارد. بدون سحری اگر شما روزه گرفتید می توانید روزه بگیرید، این اشکالی نداره، به این معنی که روزهتون قبول هست. اما روزه گرفتن رو رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کردند و فرمودند که سحری بخورید، زیرا که در سحری خوردن برکت وجود داره. حتی اینکه شده مثلا یک لیوان آب بخورید، یک مثلا استکان چای بخورید، این به اصطلاح برکت داره برای شما. اما اگر کسی خواب افتاد یا اصلا دلش نمی اومد چیزی نخورد، از نظر شرعی روزش درسته، هیچ اشکالی ندارد. آیا اگر نماز تراویح نخوانیم روزه من صحیح هست؟ نماز تراویح و روزه دو تا عبادت جداگانه هستند. نماز تراویح یا قیام عبادت شبهای رمضان هست و روزه عبادت روزه های ماه مبارک رمضان. با همدیگر ارتباطی ندارند. یک فرد می تواند که روزه بگیرد اما نماز تراویح نخواند، یا یک فرد دیگر می تواند که یعنی جایز هست که به اصطلاح نماز تراویح بخواند اما بنابر عذری، چون که بیمار هست نمی تواند، به طور مثال مشکل معده دارد یا هر بیماری دیگری، نمی تواند روزه بگیرد، نماز تراویحش درسته، روزه نگرفته. یا طرفی روزه گرفته نماز تراویح نخونده، نماز تراویحش درسته، به اصطلاح روزش درسته، نماز تراویح رو در واقع نخونده، از ثوابش در واقع محروم شده، اما دیگه روزه اشکالی در روزش به وجود نمیاد. من چند وقت لکه بینی دارم، آیا می توانم روزه بگیرم؟ اگر این لکه‌ای که شما دارید لکه به اصطلاح طولانی هست و همیشه هست، یعنی بعد از این که عادتتون پریودیتون تمام شده این لکه به اصطلاح ادامه داره، بیشتر از به اصطلاح حد اکثر وقت عادت ماهیانه هست، به این لکه ها توجه نکنید، اینا جز استحاضه شمرده میشوند و باید روزه بگیرید. اما اگر تازگی مثلا به طور مثال پریودیتون هنوز کاملا تمام نشده، آخراش هست و به صورت لکه هست، در این صورت باید صبر بکنید، تا اینکه کاملا پاک بشوید. بعد از اینکه کاملا پاک شدید بعد از آن روزه بگیرید. فرق میان فرض و واجب چیست؟ فرض و واجب از دیدگاه جمهور علما تفاوتی ندارد. از دیدگاه جمهور علما تفاوتی ندارد، یکی هستند. از یک چیزی گاهی وقت میگن نماز فرضه، گاهی وقت میگن که نماز واجب. از دیدگاه جمهور علما این هست. و در مذهب حنفی در میان فرض و واجب یک تفاوتی رو قائل هستند و همچنین در مورد مکروه اینم تقسیم کردن به مکروه تحریمی و مکروه تنزیهی، و این اختلاف تعبیر با توجه به نوع دلیلش هست. با توجه به نوع دلیل، قوت و صراحت دلیل، بعضی از موارد رو میگن که فرضه که هیچ گونه اختلاف و به اصطلاح احتمالی وجود نداره، میگن فرضه. یک مقدار مثلا درجه روایت ضعیفتر باشه از اون درجه قطعی بالاتر که بدون هیچ احتمالی باشه، اینو تعبیر به واجب میکنن. اما در وجوبش هر دوتا یکی هستن. از نظر عملی هر دوتا هیچ گونه تفاوتی با همدیگر ندارند، هر دو انجام دادن هر دو از نظر شرعی لازم هست.
بعد نماز صبح بخوابیم و احتلام شویم یا با دهن روزه غسل درست است یا نه؟ بعد افطار برای روزه ها میشه. ببینید در حالت روزه اگر کسی احتلام شد یعنی خواب افتاده بود و جنوب شد، از نظر شرعی روزش درسته، باید غسل بکند. غسل کردن در حالت روزه هیچ اشکالی ندارد. غسل کردن در حالت روزه از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره. حتی اگر کسی به خاطر این که خیلی تشنه شده، به خاطر این میرود که مثلا بدنش شاداب بشود، به اصطلاح تشنگیش کمتر بشود، رفته دوش گرفته، از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست. غسل کردن در حالت روزه اشکالی ندارد و اگر کسی در حین روز، در وقتی که روزه هست احتلام شد، برود غسل بکند، روزهش هم درسته و غسلش هم درسته. کسی که روزه داشته باشه کریم بزنه صورتش یا مسواک سنتی بزنه روزش باطل می شود؟ نه، روزش باطل نمی شود، صحیح است. اگر کسی مثلا یک نوع کریمی استفاده بکنه، ضد آفتاب استفاده بکنه، یا اینکه کرم آبرسان و مرطوب کننده استفاده بکنه، برای لب، حتی برای لب مثلا مرطوب کننده استفاده بکنه، این جزء شکننده های روزه شمرده نمی شوند و استفاده از کرم ها، ولو اینکه کرم مثلا مرطوب کننده باشه یا ضد آفتاب باشه یا آرایشی باشه، از نظر شرعی اشکالی نداره و شکننده روزه هم شمرده نمی شوند. من افغانستانی هستم، در ایران زندگی می کنم. آیا با اذان افغانستان افطار بکنم؟ شما که با اذان در تهران هستید میخوای با اذان افغانستان افطار بکنید، باید نماز عصر دیگه سفره افطار رو بندازید. نه عزیزم، شما در کدام کشور وجود دارید و زندگی میکنید بستگی به شرایطتون داره. یعنی در کجا هستید به همون کشور باید یعنی روزه بگیرید. هم نمازتون هم روزهتان احکام شرعیتان متعلق به همون افقی هست که شما در اون هستید. در تهران هستید یا هر شهر دیگری هستید، باید به افق همون شهر خودتان احکام شرعی رو انجام بدید، نماز و روزه و احکام شرعی را. و لازم نیست و اصلا درست هم نیست، جایز هم نیست که شما به افق کشور خودتان در واقع این کار رو انجام بدید. افق کشور خودتان یا زودتر هست یا خیلی دیرتر هست. در هر دو صورت این جایز نیست. باید به همون جایی که هستید با افق همون کشور روزه بگیرید و عباداتتون انجام بدید. روزه بگیریم روزانه تا ظهر بخوابیم، روزه باطل می شود؟ نه، اشکالی نداره، روزهتون باطل نمی شود. اگر کار و کسبی ندارید و می خوابید و روزهتون درسته، به شرط اینکه نمازتون رو بخونید. یعنی خوابیدن سبب نشود که نمازتون رو ترک بکنید. از صبح خوابیدید تا ظهر، بعد از ظهر مثلا خوابیدید تا عصر، از عصر خوابیدید تا مغرب، از نظر شرعی روزهتون درسته. یعنی برای صحت روزه لازم نیست که حتما بیدار باشید، اما سعی بکنید که از اوقات این ماه استفاده بیشتری ببرید و تلاوت قرآن و عبادات دیگری که هستند اینا رو بیشتر انجام بدهید. بچه 40 روزه را سقط کردم و الان میتونم روزه بگیرم. اصلش بر اینه که به سقط هم حکم همون وضع حمل رو داره. تا زمانی که به اصطلاح شما خون ریزی دارید، حکمش این است که باید صبر بکنید. بعد از این که کاملا پاک شدید، بعد از آن روزه بگیرید. نماز تراویح نحوه خواندنش چطوری هست؟ نماز تراویح نحوه خاصی نداره. مثل همین که شما 2 رکعت نماز صبح را چطوری میخوانید؟ نماز صبح را که 2 رکعت هست شما چطوری میخوانید؟ مثل همون 2 رکعت را در شب تکرار میکنید. یعنی به جای 2 رکعت مثلا 4 مرتبه همین 2 رکعت رو میخونید که میشه 8 رکعت، یا مثلا 10 مرتبه این رو میخوانید که میشود 20 رکعت.
همون 2 رکعت نماز صبح با چه کیفیتی میخوانید، چه سوره هایی میخوانید، با چه کیفیتی و نحوه 2 رکعت نماز صبح را میخوانید، دقیقاً 2 رکعت نماز تراویح هم این گونه است. یعنی 2 رکعت بخوانید، سلام بدهید، بعد از آن بلند بشوید، 2 رکعت دیگر بخوانید و به همین کیفیت. خواستید 8 رکعت بخوانید، خواستید بیشتر بخوانید، این به اصطلاح الزامی نداره. بهتر و اولاتر هست که اگر که نمازتون سبک هست همون 20 رکعت بخوانید. اگر به توانایی نداشتید، نمازتون طولانی بود، 8 رکعت هم خوندید، هیچ گونه اشکالی نداره. رسول الله صلی الله علیه وسلم معمولا نماز شبشون 8 رکعت بوده. ما تهرانیم، در زاهدان ماه رویت شده، ما هم روزه بگیریم؟ بله، شما هم باید روزه بگیرید. در یک کشوری وقتی که در یک کشور و یکی از افراد مثلا چند نفری هلال رو رویت کردند، گواهی دادند، اثبات شده که ماه رویت شده و خصوصا در کشورهای همسایه هم دیده شده، باید روزه بگیرید. آیا فدیه روزه حتما باید غذا داد به مسکین یا پرداخت پول هم میشه انجام داد؟ اشکالی نداره. میتونید هم غذا بدید، یعنی به صورت غذا باشه، غذای آماده باشه، یا مثلا حبوبات باشه، یا اینکه پول نقد باشه. همه اینا از نظر شرعی جایز هست، اشکالی نداره. شما مصلحت فقیر رو نگاه بکنید، هم مصلحت خودتون و هم مصلحت فقیر رو. از نظر شرعی ممنوعیتی در این زمینه اعلام نشده. اگر مسواک با نمک باشد روزه باطل می شود؟ نه، روزه باطل نمی شود. معمولا مسواک مثلا با خمیردندان، خب هر خمیردندان یک طعمی داره. این که شما طعم را چشیدید، در دهان خودتون احساس کردید و چیزی رو فرو نبردید، این اشکالی نداره. این اشکالی نداره. فقط در صورتی حرام هست و جایز نیست که شما یک چیزی رو فرو ببرید و هیچ انسان عاقلی عمدن این کار رو انجام نمیدهد که مثلا مایع خمیردندان را مثلا فرو ببرد. و این که شما یک چیزی را بچشید از نظر شرعی اشکالی نداره. حتی خانم ها در وقت آشپزی مثلا برای اینکه نمک غذا را تست بکنند و اینو البته فرو نبرند، از نظر شرعی روزهشون درسته. اگر لازم باشه که مثلا نمک غذا را بچشند، از نظر شرعی مجوز هست، جایز هست، به شرط این که آن را آب دهانشون را فرو نبرند. مولانا، این کسایی که معتاد هستند وسط روز خمار میشوند چه کار بکنند؟ هیچی، خمار شدن دیگه برند بخوابند. خمار که شدن برند بخوابند و نمازش روزهشون درسته. روزهشون درسته. این که کسی به اصطلاح اعتیاد دارد، در اصل این است که استفاده از مواد مخدر جایز نیست. اعتیاد به هر یکی از به اصطلاح مخدرات باشه از نظر شرعی جایز نیست. انسان سعی بکنه که این رو ترک بکنه و ماه مبارک رمضان هم بهترین فرصت برای ترک سیگار و اعتیاد هست. اما بالفرض اگر کسی در شب به طور مثال مواد استفاده کرده بود و الان مثلا در روز مثلا خمار شده بود، به قول شما بیحال شده بود، خب بخوابد، استراحت بکند، روزش درسته از نظر شرعی. نماز تراویح چند رکعت هست جناب شیخ؟ نماز تراویح عموماً 20 رکعت میخونن. عموما در ایران، در افغانستان، پاکستان عموما 20 رکعت میخونن و در کشورهای عربی عموما 8 رکعت میخونن. شما در هر کجا که هستید هر مقدار که خواندید اشکالی نداره. اگر در جایی هستید که 8 میخونن، شما هم 8 بخونید. اگر 20 خواندید، در جایی هستید که مردم 20 میخونن با امام مثلا، شما هم 20 بخونید، اشکالی نداره. یا در هر صورتی اگر تنها هم بودید 8 رکعت خوندید، از نظر شرعی اشکال نداره. بحث رو اینه که قیام رمضان انجام بشه، یعنی خواندن نماز در شبهای رمضان. و رسول الله صلی الله علیه وسلم عادتا نمازشان طولانی بوده. شما هم سعی بکنید تا جایی که میتوانید نمازتون طولانی باشه. اما در حد توان خودتون، به طور مثال 8 رکعت، ولی اینکه مثلا کوتاه هم خواندید، از نظر شرعی ان شاء الله که این فضیلت شامل حال شما می شود. آقا
میگند که 14 عدد نان شب اول ماه نذر بکنیم. نه، ما همچنین حکمی را نداریم که نذر بکنیم. قبلا هم عرض کردم که نذر کردن مکروه هست، یعنی از نظر شرعی کار پسندیده ای نیست. انسان نباید خودش رو مجبور به انجام یک کاری انجام کاری بکنه که الله و رسول اون رو واجب نکردن. شما حق ندارید که چیزی رو بر خودتان واجب بکنید و نذر کردن که نان مثلا تقسیم بکنید و چنین چیزی بر شما لازم نیست. جزء خرافاتی هست که متاسفانه و بدعت هایی که عموم مردم اینها رو تبلیغ میکنند. آیا وقتی که روزه باشی پابجی بزنی روزه باطل میشه؟ خب شما اگر در این ماه مثلا به جای بازی مثلا بیاید اینو قرآن گوش بکنید، این یک ماه مثلا فرصت از این اوقاتش استفاده بکنید، خودتان را مشغول بکنید به یک کار مفیدی، چی می شود؟ یک عبادتی، کتابی مطالعه بکنید، تلاوت بکنید، ذکر بخوانید. از نظر شرعی این کارهایی هستند که برای شما ماندگار هست. اما بازی هیچ گونه منفعتی نه دنیایی برای شما دارد و نه منفعت اخروی. اما اگر کسی بازی کرد در هنگامی که روزه بود، روزش صحیح است، روزش صحیح است. و منتها رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، و نشانه مسلمان خوب بودن این است که انسان کار بیهوده ای را که نه در دنیا برای شما نفی داره نه در آخرت، این رو ترک بکنید و سعی بکنید که خصوصا این ماه رمضان را که این تکرار شدنی نیست، این فرصت استثنایی هست که الله متعال به من شما داده تا رمضان بعد معلوم نیست که چه اتفاقی بیفتد. سعی بکنید که این اوقاتش را با بازی نگذرانید، حداقل به اصطلاح تا جایی که ممکن هست برایتون از این وقت استفاده بکنید. اگر کسی لاک بزند نماز بخواند نمازش صحیح هست یا خیر؟ لاکی که به اصطلاح روی ناخن هست، یک لایه اضافی بر روی ناخن هست، این از نظر شرعی اشکال دارد، برای نماز خواندن وضو درست نیست و نماز هم درست نیست. اما اگر رنگی هست که مثلا نفوذ میکنه در ناخن، به عنوان مانند حنا هست میمونه، یا این که وقت نماز اون را شما بیرون میکنید و برمیدارید، در این صورت از نظر شرعی اشکالی ندارد. چه سوره هایی هر شب در ماه رمضان بخوانیم؟ هیچ سوره ای لازم نیست که هر شب در ماه رمضان بخوانید. سوره خاصی که در ماه رمضان بخوانید لازم نیست. به صورت کلی قرآن رو تلاوت بکنید، از هر کجای قرآن که بلد هستید تلاوت بکنید. و همچنین در نماز تراویح و نماز شب هم لازم نیست که سوره مشخصی باید خوانده بشود. هر سوره ای که شما بلد هستید و برایتان میسر هست همون رو بخونید، از نظر شرعی نمازتون هم درسته. اگر بالغ باشه و عاقل نباشه چی؟ یعنی اگر کسی بالغ هست اما عاقل نیست، آیا باید روزه بگیرد؟ ببینید، عاقل و بالغ، وقتی که میگیم بالغ هست خب معنی بالغ مشخصه، اما این که میگیم که عاقل نیست، بسیاری از مردم عاقل نیستند، اما به این معنی نیست که دیوانه هستند. یعنی انسان زیاد فهمیده نیست، زیاد درک و فهمی نداره، خب این از نظر شرعی عاقل هست. اصطلاح شرعی وقتی ما میگیم که عاقل باشد یعنی این که دیوانه نباشد، و دیوانه اون کسی هست که هوش و حواسی و اختیاری از خودش ندارد. در این صورت برای چنین فردی روزه گرفتن لازم نیست. اما یک انسانی هست که به اصطلاح به قول معروف یک مقدار سبک عقل هست و از نظر شرعی اینو نمیشه گفت که دیوانه هست، این مرفوع القلم نیست، احکام شرعی بر این جاری میشوند و این حکم دیوانه را در واقع ندارد. یک انسان ساده ای هست، انسان ساده رو هم در عرف میگن فلانی عقل نداره، اما این دلیل بر این نیست که روزه نگیرد. چیزی که در شریعت ملاک هست این است که هوش و حواسی دارد و عقلش سر جایش هست، ولی اینکه انسان ساده‌ای باشد باید روزه بگیرد. اما اگر در حدی انسانی بی عقل بود، به معنی اینکه دیوانه محضی بود، در این صورت روزه گرفتن برایش لازم نیست و واجب نیست. اگر بدون حجاب پوشیدن روزه بگیریم مشکل دارد؟ نه، هیچ مشکلی ندارد. حجاب داشتن جز شرایط صحت روزه نیست. حجاب داشتن جز شرایط روزه نیست. اگر یک فردی به طور مثال الان فرض بکنیم که یک فردی در جایی هست که اصلا مثلا عادت کرده به همین صورت، حجاب درست و حسابی ندارد و روزه میگیرد، روزش یک عبادت جداگانه هست و اون عملش از نظر شرعی یک عمل کاملا جداگانه هست، ربطی به روزهش ندارد و روزهش صحیح است. گرچه انسان باید سعی بکند که تا جایی که ممکن هست تمام احکام شرعی رو انسان به صورت کامل انجام بدهد. نیت رمضان چیست؟
نیت رمضان رو قبلا بیان کردم خدمت شما تازه وارد لایو شدید حتما. نیت رمضان، نیت رمضان همین است که شما در قلب خودمون، نمیدونم سوالتون نیت رمضان بود یا نیت تراویح. نیت رمضان هم، نیت رمضان یعنی این که شما شب تصمیم دارید که من فردا روزه میگیرم. نیت رمضان این است که من فردا روزه میگیرم. در دل خودتون تصمیم دارید، لازم نیست که حتما بر زبان بیاورید که من فردا روزه میگیرم. همین که شما در قلب خودتون دارید که بله امروز اعلام کردند که فردا رمضانه، من انشاءالله فردا روزه میگیرم. یا مثلا حتی مثلا تو ذهنتون هم نمیاد که فردا روزه میگیرم، اما عملا خودکار شما بیدار شدید، سحری خوردید و در دلتون این است که فردا روزه میگیرید. یعنی این که شما روزه رمضانتون کامل هست، یعنی این که روزه رمضانتون در واقع صحیح هست. برای صحت روزه لازم نیست که حتما شما جمله ای رو تلفظ بکنید. همین که شما تصمیم دارید که فردا روزه بگیرید به عنوان ماه مبارک رمضان، همین کفایت می کند. اگر به خاطر روزه از قرص جلوگیری به خاطر عادت ماهیانه استفاده کنیم روزه صحیح هست؟ من توصیه می کنم که استفاده نکنید. بر همون طبیعتی که الله متعال اینو گذاشته شما بر همون باشید، خصوصا که قرصه های به اصطلاح ضد بارداری یا که تأخیر عادت ماهیانه اینا خالی از ضرر و زیان نیست. چه بسا که سبب بشود که شما عادتتون نامنظم بشه، به اصطلاح خونتون لخته بشه یا مشکل دیگری برایتون داشته باشه. اولاتر رو بهتر است که اینها رو استفاده نکنید. اما بالفرض اگر کسی استفاده کرد، عادتش همینه، برای جلوگیری همیشه استفاده میکنه، الان برای ماه مبارک رمضان هم مثلا میخواد استفاده بکنه، از نظر شرعی روزهشون درسته. اگر کسی هر گونه داروی استفاده کرد یا به هر دلیلی در ماه مبارک رمضان پریود نشد، از نظر شرعی روزه گرفت، روزش کاملا صحیحه و اشکالی نداره، قضایی بر اون لازم نیست. آیا دود روزه را باطل می کند؟ اگر دودی باشه که نشه آور برای شما نیست، اعتیاد نیست، به طور مثال یک دود عادی هست، یک جایی کار میکنید دود آتشی هست و مواردی از این قبیل هست، این جز شکننده های روزه در واقع شمرده نمیشه. اما دود اگر منظورتون تریاک و مثلا سیگار و بقیه دخانیات و موارد اعتیاد آور باشه، اینا جز شکننده های روزه هست. آیا اگر کسی سرما خورده است آیا جایز است روزه بگیرد؟ باید روزه بگیرد. ببینید ما یک سری بیماری هایی داریم که اینا در عرف هم جز به اصطلاح بیماری شمرده نمیشوند. بیماری که اصلا شما احساسش هم نمی کنید، از نظر شرعی این معتبر نیست برای خوردن روزه. برای بیماری انسان به اصطلاح مجاز هست که موقتا روزه نگیرد که زحمت می شود. اگر کسی واقعا یعنی سرماخوردگیش به اندازه‌ای هست که تب کرده و به اصطلاح بسیار شدید هست و نمیتونه روزه بگیره و دارو داره باید داروهاش بخوره، خب این اشکالی نداره، میتونه که موقتا روزه نگیره. اما یک سرماخوردگی ساده هست، این مجوزی برای روزه خوردن حساب نمی شود. من بچه کوچک دارم، میشه تراویح بخوانم در منزل بدون جماعت؟ بله اشکالی نداره، هر کسی هم خواسته باشه، حالا چه زن یا مرد، در منزل تنها نماز تراویح بخواند از نظر شرعی اشکالی نداره، نماز تراویحش درست هست. آیا کسی که شغلش راننده است و همیشه توی جاده هست چطوری باید روزه بگیرد؟ خب کسی که همیشه در جاده هست معمولا امروزه، خصوصا الان که مثلا رمضان در زمستان هست، روزه گرفتن مشکلی نداره. ولو کسی که به اصطلاح در جاده هم باشه، به اصطلاح شغلش رانندگی باشه، خصوصا کسانی که همیشه در حال رانندگی هستند و در طول ماه مثلا باید کار دارن، باید برند این طرف اون طرف، مرخصی ندارن، خب شما الان هم مسافر هستید و بعد از رمضان هم شغلتون همینه، الان روزه بگیرید، این اولاتا رو بهتر هست. اما بالفرض اگر کسی راننده ماشین سنگین هست، در سفر خسته شد، نمیدونم ماشینش مثلا به طور مثال پنچر
شده بود و مثلا پنچرگیری کرد و لاستیک عوض کرد و خیلی اذیت و ناراحت شد و گشنه و تشنه شد، در این صورت میتواند که روزهش را بخورد و بعد از رمضان یک روز دیگر روزه بگیرد و سعی بکنی. الله متعال میفرماد و ان تصوموا خیر لکم، و این که شما در سفر با این که به اصطلاح برایتون مشقتی به اصطلاح قابل تحملی وجود دارد روزه بگیرید، این اولاتر رو بهتر هست. اگر روزه باشیم بریم تو خیابون گرد و غبار باشد روزه من باطل هست؟ نه، با گرد و غبار روزه باطل نمی شود. گرد و غباری باشد، طوفانی باشد و خاکی چیزی در دهان انسان برود، این جزء شکننده های روزه شمرده نمی شود. خودارضایی در ماه رمضان چه حکمی دارد؟ در ماه رمضان خودارضایی در روزش، در وقتی که انسان روزه هست، این جزء شکننده های روزه هست. جزء شکننده های روزه هست. اگر کسی در روز رمضان خودارضایی بکند، حکمش این است که روزهش باطل شده، یک روز دیگری حتما باید به عنوان قضا باید روزه بگیرد. خب دوستان عزیز و ارجمند، به همین مقدار کفایت میکنیم و تا فرصت و برنامه دیگر شما رو به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.